سلام دخترها، با من همراه باشین که میخوام بهتون آموزش بدم اینو تبدیلش کنید به این. اول از همه پوشر چوبی رو بر میداریم و به آرومی کوتیکولو به سمت عقب هل میدیم. با سرسوهان اشکی و دور تند سوهان برقیمون سعی میکنیم زیر کوتیکولو کامل تمیز کنیم. دور موتورمون رو عوض میکنیم و از چپ به راست هم زیر کوتیکولو تمیز میکنیم. حواستون به فشار دستتون خیلی باشه. با قیچی مانیکور یا نیپر از سینوس ها کوتیکول اضافه‌مون رو به صورت یک دست قیچی میکنیم. وقت از بین بردن پوستای مرده با سرسوهان اشکیه. زیر کوتیکول رو تمیز میکنیم و تمام. به همین قشنگی که میبینید شد.